سلام، روزتون بخیر. امروز با آموزش یک کوکی خوش‌طعم و خوش‌باف در خدمتتون هستم. امیدوارم درست کنید و خوشتون بیاد. تا پایان آموزش با من همراه باشین. مواد لازم رو هم در کپشن براتون نوشتم. قبل از اینکه بریم سراغ درست کردن این کوکی خوشمزه، لطفاً سابسکرایب کنید، ممنون میشم. ابتدا کره دمای محیط رسیده رو با پودر قند مخلوط میکنیم، هم میزنیم. ابتدا با دور کند همزن مخلوط میکنیم، بعد دور همزن رو زیاد میکنیم تا مواد حسابی به خورده هم بره. همزن رو خاموش میکنیم، مواد رو دورگیری میکنیم. بعد که مواد رو دورگیری کردیم دوباره اجازه میدیم مواد هم زده بشه. بعد روغن مایه رو اضافه میکنیم. 1 دقیقه با روغن مایه هم میزنیم مواد که هم خورد تخم مرغ رو اضافه میکنیم. تخم مرغ هم 1 دقیقه به همزن اضافه میشه و هم میخوره. مواد که به خورده هم رفت میتونیم از آب یا شیر استفاده کنیم. من آب استفاده کردم و با ریسک یا دور کند همزن مواد رو مخلوط میکنیم تا حسابی به خورده هم دیگه بره. توی این فاصله بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنیم و 3 بار اونو الک میکنیم که باعث بشه بافت کوکیمون ترد و خوب بشه. بعد 2 قاشق پودر کاکائو رو به مواد کره اضافه میکنیم، آرد هم میریزیم، حسابی با ریسک در یه جهت هم میزنیم و مخلوط میکنیم تا مطابق تصویری که براتون عکسش رو گذاشتم به اون شکل در بیاد. بعد شکلات چیپسی یا شکلات تیکه بسته به سلیقه خودتون به اون اضافه میکنید، هم میزنید و سینی فر رو چرب میکنید، یا میتونید سینی رو چرب کنید یا اینکه از کاغذ روغنی استفاده کنید. من سینی رو چرب کردم و با قالب اسکوپ بستنی یا اینکه قاشق غذاخوری میتونید به صورت گلوله هایی از مواد و با فاصله توی سینی فر بچینید. فقط توجه داشته باشید که باید فاصله داشته باشه چون کوکی ها پف میکنه و اونو در فر در حرارت 180 درجه 20 تا 25 دقیقه میپزین و امیدوارم که از درست کردنش لذت ببرید و نوش جانتون باشه.